سلام به تمام شما عزیزان، امید که جور صحتمند باشین. امروز بخیر مریم نان شب لب دریا میخوریم. همونجی نان خورده بخیر پس همراه ما باشین. یک منظره از لب دریا براتون حتما خواهد گرفتم. و اینجا آمدیم لب دریا، بسیار هوای خوب است، بادش نیست. عموما در حالا خیلی باده، امروز هیچ باد نه، هوا ابری هم نیه، خوب هوای گرم است. باران کم شده و دریا هم کم شده، خیلی جای دلنشینه. این مختار و مهدی هم تمام روز قدر و بازی کده رایی. این هم مصطفی خیلی جای مقبول. کشتی‌های تیز رفتار و قیقای یک نفری، خیلی رفتار تیز دارد. دیگه ویدیو؟ ویدیو؟ دوستا پدر من گفت تو جگر سایکو من وانا سایکو چیکو من. خب ما و مختار رسیدیم لب دریا. نان شب آوردیم، نان شب هم اینجا مختیم بخیر. بس پس طرف خانه مریم. هم دوستا رسید من در لب دریا آمدیم. اینجی مسجد آمدیم مود باشکی یافتیم. ما پدر دواشکی رفتیم. یس لب دریا خوش داره؟ باز لب دریا خوب بچه ایتا خوب سی بود. اینجا آورد تیز شده اینجا خوب سی بود سینسی. نمیفهمی کشتی چی باره مکمل ما بین آورده. و این کشتی هایی است که از بندر روتردام میه. البته نسبت به کشتی هایی که در بندر میه خیلی کشتی خورده. یک کشتی تقریبا 140 یا 150 تن کانتینر فعلا است. کشتی هایی که در روتردام میه 12,000 15,000 20,000 کانتینر سرش باره. یک کشتی خیلی خورده که از بندر روتردام کانتینرهای بار منه که دیگه جای تقسیم میشه. یعنی وقتی کشتی بزرگ در بندر روتردام میه از اونجا در کشتی خرد البته یک کشتی خیلی کلانه خو نظر دو کشتی ها خیلی خرد است دیگه تقسیم میشه طرف دیگه جای میره. کشتی تیر شده رفت موج شاله ما. موج کشتی به وجود میاره. این هم یک لیلی و مجنون در موج دریا خوش به حالشان. گلایی یک فعلا 3-4 کشتی روبرو شده. 3 دانه این طرف میه، 1 دانه به طرف میه. این کشتی های نفتکش کلگی. این کشتی هایی که ما را در دریا تیل میکشن. گفتیم ما شما تیل میکشن. کشتی های نفتکش. خیلی جای دلنشینه. چکرم تمام شد دیگه بخیر. امروز رخصتی خلاص شد پس طرف خانه بریم دیگه. شام شد و حالا رسیدیم بخیر در خانه. تا دیدار بعدی، خدا یارتان.